آیا یامال میتونه مسی رو از تخت سلطنت فوتبال پایین بکشه؟ 7 توپ طلا، بیش از 700 گل و رکوردهایی که هیچ کس نتونسته بزنه. حالا یک جوان 16 ساله با سرعت و تکنیک شگفت‌انگیز میخواد دنیای فوتبال رو تحت سلطه خودش در بیاره. این رقابت داغ رو با هم بررسی میکنیم. مسی یک نماد واقعی در دنیای فوتباله. کسی که تاریخ رو با دستای خودش نوشته. از اولین روزهای بازی با بارسا تا روزهایی که در پاریس هم همچنان در اوج بود. آیا یامال میتونه همون مسیر رو طی کنه؟ این جوان 16 ساله با تکنیک‌های استثنایی، سرعت دیوانه‌وار و قدرت تغییر دادن روند بازی به شدت شبیه مسی به نظر میاد. اما باید دید آیا میتونه از پس چالش‌های بی‌رحم امروز بر بیاد. دنیای فوتبال امروز خیلی متفاوت از دوران مسی شده. تیم‌هایی مثل پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، منچستر سیتی با ستاره‌های قدرتمند در انتظار اون هستن. یامال باید ثابت کنه که میتونه در این رقابت‌ها سخت‌تر از همیشه درخشش مسی رو تکرار کنه یا حتی از اون هم بزرگتر بشه. خب شما چی فکر می‌کنید؟ آیا یامال میتونه روزی مسی رو شکست بده و تاج سلطنت فوتبال رو از اون بگیره یا این فقط یک رویاست؟